خب این دستگاه نورد بچه‌ها 2 تا غلطک بزرگ داره، یه دسته داره که غلطک‌ها رو با گردوندنش میتونیم غلطک‌ها رو از هم دور کنیم، اصطلاحاً میگن دهانه نورد رو باز کنیم یا ببندیم. همیشه باید این غلطک‌ها چرب چرب باشه. چرا؟ چون زنگ میزنه و نورد ما خراب میشه. حالا این نوردی که من باهاش کار میکنم 2 تا دکمه داره، یه استاپ داره، یه کلید داره که این کلید قفلش میکنه، یعنی دیگه هیچ کدوم از دکمه ها کار نمیکنه و بازش میکنی و کار میکنه. یکی از این دکمه ها چیه؟ دکمه دستگاه به اون برمیگرده، یعنی من از این بر میتونم وارد کنم و از این بر در میاد فلز من، یا این یکی که به این برمیگرده و از این طرف وارد میکنم، از این بر خارج میشه. حالا برای اینکه یک مفتولی رو ما نورد کنیم، صفحه که مشخصه تو این ناحیه باید نورد بشه، ولی مفتول چی؟ مفتول باید از تو دهانه‌ای که سایزش هست اول دهانه نورد رو میبندیم، بعد شمشمون رو میگیریم ببینیم از کدوم دهانه رد میشه. خب از هیچ کدوم مال من الان رد نمیشه، یکم بازش میکنم ربع ساعت رد میشه، پس 5 دقیقه میبندم رد میشه، تا جایی که رد نشه ولی خب خیلی فاصله نداشته باشه. تنظیمش میکنم و روشن تا بسته بشه. 5 دقیقه در نورد رو میبندیم. 5 دقیقه یعنی چی بچه ها؟ 5 دقیقه یعنی ما اگر این محور با یه گردی در نظر بگیریم، این ساعت 12 باشه، این 6، این دایره ما 5 دقیقه باز میکنیم میبندیم. مثلا این میشه نیم ساعت، این میشه ربع ساعت، این میشه ربع ساعت، دیگه دارم باز میکنم. یعنی این میشه 5 دقیقه بستم، 10 دقیقه بستم، ربع ساعت بستم، 20 دقیقه اینطوری 5 دقیقه میبندیم تا بریم در دهانه بعدی. این در 1، در 2، در 3، در 4، اینا رو بهش میگن در. مثلا میگن برو یه مفتول حدیده بگیر، برو یه مفتول نورد بکن تا در 4، مثلا تا 4مین خونه. حالا بذار بیارم نزدیکتر. خب الان دهنه نورد من که بسته است، اینو از در 1 رد کردم، میخوام برم در 2. بچه هر نوردی چیز خودشو داره، قلق خودشو داره. الان این نوردی که من باش کار میکنم، این 6 تا در اول باید 40 دقیقه 45 دقیقه بازش کنم، برم در بعدی. اکثر نوردا باید 1 ساعت بازشون کنیم، بری در بعدی دوباره یواش یواش ببندی. 1 ساعت بازش کردم شد 5 دقیقه میبندم و این مفتولم رو هر بار میگردونم، یعنی یه بار اینجوری رد میکنم، یه بار میگردونم. 4 تا گوشه داره، هر بار به 2 تا گوشش فشار میام. 5 دقیقه میبندم، گوشه بعد، 5 دقیقه میبندم، گوشه بعد، 5 دقیقه میبندم. الان دهنه نورد من بسته شده، دوباره باز میکنم میرم دهنه بعد. 5 دقیقه 5 دقیقه. خب الان در 3 بودم، ولی دیگه نباید ادامه بدم. چرا؟ چون
این مفتولی که ما داریم نورد میکنیم باید دائم هر 1.5 در هر 2 در بسته به نورد ما حتما حرارت ببینه. اصطلاحاً میگیم میتابونیمش. چیزی که نگفتم بهتون این چیه؟ این مرغکه بچه. مرغک به چه درد میخوره؟ اینه که مثلا من الان میخوام برم حرارتش بدم بیام، ممکنه یادم بره که من در چندم بودم که رفتم، این رو میذارم رو این در و میرم و میام و میدونم که رو در سوم بودم، یا همون موقع که دارم نورد میکنم هی میخوام بزنم این ور، اینا همش نزدیک همه دیگه، کدومش بودم؟ این کمک میکنه که من گم نکنم کدوم در بودم. خب بریم حرارت بدیم و بیایم. حالا برای حرارت دادن چیکار کنیم بچه؟ همیشه اول قرمز گاز بعد اکسیژن. گاز بعد اکسیژن تنظیمش میکنم حرارتمو. این چیزیه که من میخوام. حرارت رو تنظیم میکنم، بعد از یه سر مفتولم شروع میکنم به تابوندن تا که حرارت رو تا برسم به اون سر. حالا چقدر نگه میدارم روی این سر مفتول؟ تا جایی که گلبهی بشه. بذار خب من رفتم یکم تاریک کردم اینجوری که بهتر بره، تا جایی که مفتولم گلبهی بشه. این حرارت که از جای گلبهی رد میشه مفتولم سیاه میشه. این چیزیه که مفتول عیار شده باید ببینه. خب میریم ادامه نوردمون. در سوم بودیم، بسته بود، یه بار دیگه ردش میکنیم. نیم ساعت بازش کردم. 5 دقیقه 5 دقیقه میبندم. 5 دقیقه 5 دقیقه و میچرخونم. بچه مفتولمون که یه ذره گرد میشه حتما باید دمشو بدیم بالا، پایین ندیم، بدیم بالا. چرا؟ چون وقتی میدیم پایین یهو دستتون میکشه. چون ممکنه اسکوی آره من خیلی زرنگم دستمو میکشم، ولی اون خیلی زرنگتره. بهتره که احساس زرنگی نکنیم. 5 دقیقه میبندیم. همینجور 5 دقیقه 5 دقیقه میبندیم. درا رو رد میکنیم هر 1.5 الی 2 در، بسته به عیاری که داریم نورد میکنیم، بسته به فلزی که داریم نورد میکنیم، بسته به حتی نوردمون حرارت باید بدیم مفتولمون. پس همیشه گرد که میشه دومشو میدیم بالا، یا به سمت خودمون یا به سمت بالا، هیچ وقت پایین نمیدیم. میشه میدیمش. 5 دقیقه میبندم. میریم برش. خب پس ما 6 تا در رو رفتیم خاموش. دوباره میریم میتابونیم. میریم چیکار میکنیم؟ میریم مفتولمون رو میتابونیم. این برقی که داره، این برقی که میزنه دقیقا نشونه اینه که وقت تابوندنش، یعنی منو بتابون. پس شد اول قرمز، بعد اول گاز، بعد تنظیم میکنیم.
بعد که میگم از این سیاه میشه گلبهی سیاه. همین که باید کنه داریم و خوب بتابونیم. اگه زیادی نتابونین، اگه با اسمیت هم میتابونین اکسیژنتون زیاد نباشه، بازم باعث میشه که شکن بشه. یعنی چه تو ذوب چه تو هر کاری اکسیژن زیاد خیلی بده و اشتباه کاملا. میریم برای ادامه نورد کردنمون. پس ما تا در 6 رفتیم، در نورد الان بسته است. یه بار دیگه از در 6 ردش میکنیم از هر دو سمت، هم از این سمت هم از اون سمت. بعد میریم برای این طرفی، در این طرفی ربع ساعت باز کنیم. معمولا همه نوردا در این طرفی فاصله شون کمتر از در این طرفی. اول 5 دقیقه میبندم، 5 دقیقه میبندم. همیشه سرشون به بالا، رام مفتولمون هیچ وقت به پایین نباشه. 5 دقیقه میبندم. الان بسته شد این در. میرم در بعدی، چون درای این طرفی همشون نزدیکتر فاصله هاشون به هم، میتونم بیشتر از 2 تا در نورد کنم مفتولم. از هر دو سمت هی مفتولم میگردم. از یه بر نمیرم، چرا؟ چون از یه بر پهن میشه، گوشه میده، بعد سباله میده، پلیسه میده. بعد پلیسه ها همش میشه سباله. شما نصف فلز گرانبها تو کردی سباله. ربع ساعت باز میکنم، 5 دقیقه میبندم. 5 دقیقه میبندم. 5 دقیقه میبندم. 他不难。